سلام و وقت بخیر. حکومت میگوید قتل‌های هدفمند در شهر کابل کار طالبان مسلح است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید تروریستان نباید رها بلکه باید اعدام شوند، چون فکر میکنند هر جنایتی که انجام میدهند بخشیده میشود. تیم‌های مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان مسلح بالای آجندا بحث کردند. سخنگوی دو طرف گفته است رؤسای دو تیم و شمار از اعضای تیم‌های مذاکره کننده در این نشست حضور داشتند. گروه بین‌المللی منازعات میگوید شاید موضوع افغانستان برای حکومت جدید آمریکا بسیار مهم نباشد. این گروه می‌افزاید برخلاف طالبان مسلح شمار از مخالفان سیاسی حکومت در نشست خواهان حکومت موقت هستند. وزارت دفاع ملی میگوید اردوی ملی بدون حمایت خارجیان اکنون 100% عملیات‌های هوایی و نظامی را به طور مستقلانه انجام می‌دهند. و کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر کشور آغاز شد. وزارت صحت عامه میگوید این کمپاین 5 روز دوام خواهد کرد و در این جریان به 10 میلیون طفل واکسن تطبیق خواهد شد.